مزمور 91. آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. درباره خداوند میگویم که او ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم. زیرا که او تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از وبای خبیث. به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. راستی او تو را مجن و سپر خواهد بود. از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز میپرد و نه از وبایی که در تاریکی میخرامد و نه از طاعونی که وقت ظهر فساد میکند. 1000 نفر به جانب تو خواهند افتاد و 10,000 به دست راست تو، لیکن نزد تو نخواهد رسید. فقط به چشمان خود خواهی نگریست و پاداش شریران را خواهی دید. زیرا گفتی تو ای خداوند ملجای من هستی و حضرت اعلی را مأوای خویش گردانیده ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید، زیرا که فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راههایت تو را حفظ نمایند و تو را بر دستهای خود برخواهند داشت مبادا پای خود را به سنگ بزنی. بر شیر و افعی پای خواهی نهاد، شیر بچه و اژدها را پایمال خواهی کرد. چون که به من رغبت دارد او را خواهم رهانید و چون که به اسم من عارف است او را سرافراز خواهم ساخت. چون مرا خواند او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده معزز خواهم ساخت. به طول ایام او را سیر می‌گردانم و نجات خیش را بدو نشان خواهم داد.